توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وساطت آمریکا برای ایجاد یک کریدور ترانزیتی در ارمنستان در کنار مرز ایران، جمهوری اسلامی را با شکست تازه‌ای در سیاست خارجیش روبرو کرده. ایران همیشه ایجاد چنین کریدوری را تهدیدی استراتژیک برای خود دانسته و ضدیتش را با ایجاد آن بارها به این دو کشور و روسیه اعلام کرده بود و حتی با برگزاری مانور نظامی نشان داده بود که برای جلوگیری از آن آماده لشکرکشی هم هست. حالا هم که پای آمریکا در این کریدور به میان آمده، حساسیت‌ها در تهران بیش از پیش بالا گرفته. اگرچه در ساعات گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بعد از شنیدن گزارشی از وزیر خارجه گفته این کریدور چیزی نیست که در خبرها بزرگش کردند. این گوشه ای از سخنان او امروز. کریدور زنگزور رو امروز آقای دکتر عراقچی گزارش دادن و قرار شد که خودشون بشینن گفتگو کنن، صحبت کنن. اون چیزی نیست که در خبرها اینجوری بزرگش کردن. یعنی اون خواسته های جمهوری اسلامی که قبلا در رابطه با اون مسیر بود، همه اونها رو اونجوری که آقای دکتر عراقچی میگفتن اینا مراعات کردن. نگرانی از حضور آمریکایی‌ها تو این پروژه ندارید؟ یکی از این بحثا فقط همینه، ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه. صحبت‌های مسعود پزشکیان بود. همین دیروز بود که علی اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر ایران گفت ایران این کریدور را به گورستان مزدوران آمریکا تبدیل خواهد کرد. ایجاد این کریدور که گزارش شده کار بر روی آن به زودی شروع می شود، چه تغییراتی در کنار مرز ایران ایجاد خواهد کرد و ایران چه اهرم‌هایی برای جلوگیری از آن دارد. در این باره با 3 کارشناس در تهران، باکو و ایروان صحبت خواهیم کرد. اول اما گزارشی از واکنش‌ها در این باره از پرهام قبادی. اتفاقی که ایران را خشمگین کرده، توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر گذرگاه زنگزور با میانجیگری آمریکا، گذرگاهی که حالا مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نام گرفته. به هر حال این یه موضوع ساده ای نیست که ایران از کنار اون در واقع بگذره و براش اهمیت داره. اینکه بیگانگان به ویژه آمریکا میخوان بیان وارد منطقه بشن و با دستاندازی به در واقع منافع کشورهای منطقه منافع خودشون رو میخوان تأمین بکنن، قاعدتا این مورد قبول نه ایران نه کشورهای و ملت‌های منطقه. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت ایران فقط خاک ارمنستان در کنار مرزش را به رسمیت میشناسد و حضور کشور دیگری را نمیپذیرد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت اگر الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به پیامدهای تصمیم خود در کشاندن پای آمریکا و ناتو به منطقه قفقاز اندکی تأمل می‌کردند، به گفته او هرگز فریب ترامپ قمارباز را نمی‌خوردند. بعد هم تهدید کرد که این دو نفر همان اشتباهی را کردند که پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مرتکب شده بود و گفت اشتباه آنها میتواند پیامدهای مشابه برای کشورهایشان داشته باشد. در ایران روزنامه‌ها از طیف‌های مختلف هم واکنش نشان دادند. آرمان ملی به قطع دسترسی ایران به اروپا اشاره کرد. اعتماد گفت واشنگتن قمار کرده. عصر قانون از واژه اشغال برای کریدور زنگزور استفاده کرد. همشهری این گذرگاه را مسیر شیطان توصیف کرد و کیهان به دنبال مقصر می‌گردد. در بخشی از مطلبش به تندی به نقش ترکیه تاخت و تهدید کرد که آنکارا دیر یا زود هزینه سنگین این منفعت طلبی و توسعه طلبی را خواهد پرداخت. و در نهایت هم گفت که کریدور زنگزور نه یک موضوع جزئی که خط قرمزی به وسعت امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران است. هر گونه کوتاه آمدن در این پرونده نه تنها خیانت به امروز ایران بلکه به نسل‌های آینده هم خواهد بود. اما اهمیت زنگزور چیست؟ جمهوری آذربایجان و بخشی از خاکش نخجوان از هم جدا هستند. ارمنستان بینشان قرار دارد. گذرگاه زنگزور این دو را به هم وصل می کند و در نهایت به ترکیه. به این ترتیب جمهوری آذربایجان برای دسترسی به نخجوان مجبور به گذر از خاک ایران نخواهد بود.
دسترسی مستقیم ایران به ارمنستان و در نتیجه به روسیه هم قطع می شود. حالا روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گفته یک شرکت خصوصی آمریکایی قرار است آن را اداره کند و رایزنی‌ها بر سر اینکه به چه شرکتی برسد هفته آینده شروع می شود. رابطه نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل همیشه مورد انتقاد ایران بوده. بنیامین نتانیاهو از این قرارداد ابراز خوشحالی کرد و به باکو، ایروان و ترامپ تبریک گفت. از دست دادن زنگزور یکی دیگر از ضرباتی است که ایران در ماه‌های اخیر خورده و عرصه تازه‌ای برای دغدغه‌های بین‌المللی تهران است. پرهام قبادی، BBC. روبن قالیچیان، نقشه‌شناس و عضو انجمن ایرانشناسی دانشگاه تهران از ایروان با ماست. آقای قالیچیان نویسنده کتابی است با عنوان ارمنستان و سرحداتش و همچنین نقشه‌های تاریخی ارمنستان. آقای قالیچیان، خیلی ممنون که با ما هستید، وقتتون رو به ما دادید. هستن کسانی در ایران میگن که با وجود روابط نزدیکی که ارمنستان با ایران داشت، حالا به ایران خنجر زده. نظر شما چیه؟ این اشتباه محضه. اونی که در گفت راجع به راه رانگزور گفته میشه در کریدور زنگزور، اولین شرط ارمنستان همیشه این بوده هر کریدوری که اونجا باشه، راهی که اونجا مجاز آذربایجان مجاز باشه، از آن رد بشه، از آذربایجان خارج بشه، وارد ارمنستان بشه و از اون ور به نخجوان برسه. این زمین، این حرکات همیشه در تمامیت ارضی ارمنستان خواهد بود. یعنی ارمنستان خودمختاری خود را در تمامیت مرزی کشور خودشون تا رود ارس سرحد ایران همیشه در دست است. هیچ وقت هیچ تکه‌ای از زمین ارمنستان به دولت، به همسایه دیگری، به کسی دیگری داده نخواهد شد. این اولین شرطی بوده که ارمنستان از روز اول گفته و هنوزم در این روز مذاکرات هم این صریحا گفته شده. اونه که ما بهتر میدونیم از اون که اگر این قطعه زمین که خط راهن از اون عبور میکنه اگر به آذربایجان داده بشه، رابطه ما با ایران، با جنوب دریای‌های جنوب و روابط ایران از طریق ارمنستان به شمال قفقاز و اروپای شرقی قطع خواهد شد و ارمنستان نمیتونه همچین شرطی رو قبول کنه. اونه که همیشه گفته شده وقتی که قطاری وارد ارمنستان میشه از آذربایجان، بایستی طبق قوانین بین‌المللی با از گذرنامه‌گاه و اونجا از گمرک رد بشه، عبور بکنه از از در داخل ارمنستان، از راهی استفاده میکنه در خاک ارمنستان هست و از خاک ارمنستان همیشه در خودمختاری ارمنستان خودمختاری خود رو اونجا اعلام میکنه و از اون ور خارج بشه، وارد نخجوان بشه. به هیچ وجه راه دیگه ای ما نمیتونیم بدیم به کسی یا اجازه بدیم که کسی زمین را خود از ما بخواد و صاحب زمین بشه از ارمنستان. این امکان پذیر نیست، چون برای ارمنستان این یک خودکشی خواهد بود. ارمنستان به ایران خنجر نزده شما میگید؟ نه خیر، چون ارمنستان شرط اولش این بوده که با ایران روابطش همیشه سرحدش همیشه باید باز باشه. حالا صحبت نگرانی ها در تهران اینه که یکی از نگرانی ها که این جاده ایران به ارمنستان، به ایروان و از اونجا به اروپا و به روسیه و جای دیگه، این جاده ممکنه قطع بشه به خاطر این توافق اخیر و هیچ تضمین و گارانتی هم نیست که این چنین چیزی نشه. این کاملا خلاف این اجازه دادن به تمام قطارهای بین المللی از هر کشوری که باشن از عبور از داخل سرزمین ارمنستان، از سرزمین خودمختار ارمنستان، فقط کمک میکنه که این راه ها همیشه باز باشه. منظورم اینه اون جاده‌ای که در اروپا زندگی کردم با ماشین رد میشدم از 5 کشور تا به ایتالیا برسم که پسرم اونجا زندگی میکرد و هیچ مسئله‌ای نبود قبل از اینکه حتی اتحادیه اروپا وجود داشته باشه.
پس مرز یک کشوری داریم، وارد کشور دیگه میشید، ادامه میدید. خب نگرانی آقای قالیچیان، راه ترانزیت بین‌المللی است. نگرانی اینه که جاده دسترسی ایران از داخل ایران به ارمنستان و از این طریق به روسیه و اروپا ممکنه قطع بشه. چطور ممکنه قطع بشه وقتی که تمام هر دو طرف، اون ور مرز ارمنستان و این ور مرز ایرانه؟ ما یه پل اونجا داریم، این همیشه خواهد بود و این رابطه همیشه خواهد بود. خیلی قطع شدنی نداره، به هیچ وقت قطع نخواهد شد. و شما اونایی که اینجا این تز رو دارن تعریف میکنن و در نادرستی ها رو اعلام میکنن، فقط برای اونه که روسیه دستشون از این قسمت از قفقاز جنوبی قطع نشه. اگر ما با آذربایجان به این روابط برسیم، به این نتیجه برسیم که موافقت بکنیم که هر قطاری که از ارمنستان رد میشه طبق از زمین ارمنستان رد میشه طبق قوانین و خودمختاری و تمامیت ارضی ارمنستان و متقابلا هر قطاری که از ارمنستان از طریق نخجوان به ایران به جلفا اونا میرسه، اونم در طبق روابط بین‌المللی خواهد. خیلی خوب. ما علاوه بر این که راه مهری رو از طریق بر نخجوان آذربایجان باز میکنیم، راه ایروان را به جلفا هم باز میکنیم از طریق نخجوان. آقای قالیچیان، یک نگرانی دیگه اینه که با این توافق ارمنستان قبول کرده که پای آمریکا رو به دم مرز ایران باز کنه. نیروهای آمریکایی، نیروهای غربی، حتی ناتو ممکنه پاشون به این منطقه و به مرز ایران باز بشه. این کاملا خلاف حقیقت هست و حقیقتی که خلاف علت این شیوعات اون هست که تمام اونهایی که این صحبت ها رو میکنن مایل هستن به کشور خودمون، به خدمت خودشون از پشت به خنجر برسنن به خود شما و برای اونه که روسیه بتونه کارشو در ایران و در ارمنستان انجام بده. و ما میدونیم که روسیه سالهاست که ما ظاهرا دوسته و هم قراردادهای صلح داریم با هم دیگه، ولی با هیچ کدوم از قراردادش عمل نکرده. اینجا فقط این موضوع مطرحه و هیچ وجه قطع وجود هیچ قوای دیگه‌ای در سرزمین ارمنستان این مورد قبول ما نخواهد. وقتی که صحبت از اعلامیه که متقابل هستش، این درباره آذربایجان و آرمنی هر دو هستش. ولی اگر بخواید صحبتی مثل فرودگاه زاورتنوس ارمنستان و صدها فرودگاه دنیا که به دست شرکت‌های خصوصی اداره میشن، ممکنه که این راه آهنی که از اونجا رد میشه باشه به دست شرکت خصوصی فقط نگهداری و کاراندازی بشه، کاربردش رو به یه شرکتی خارجی تعلق بگیره، نه وجودیات خاکی و نه مرزهای ارمنستان تغییر نخواهند کرد. این قطار از خاک ارمنستان خواهد گذشت. آقای قالیچیان خیلی ممنون از شما. روبن قالیچیان از ایروان با ما. از باکو دالغا خاتین اغلو کارشناس حوزه انرژی با ماست از جمهوری آذربایجان از باکو. آقای خاتین اغلو خیلی ممنون که با ما هستید. متشکرم، خوشحالم شما رو میبینم. بگید در باکو چطور دیده میشه این توافق اخیر که در ایران این حساسیت‌های زیادی رو ایجاد کرده؟ در باکو نظر چیه؟ بله، با درود. عرض به خدمت که ما وقتی به این کریدور نگاه میکنیم به زنگزور، در واقع طرح‌های آذربایجان هست که طی یک دهه گذشته برای تبدیل کشور به یک هاب ترانزیتی در منطقه
این رو در نظر داشت و بعد از جنگ قره‌باغ یکی از مهمترین شرایط آتش بس همین بندی بود که زنگزور باز بشه. البته آخرین قطاری که از زنگزور گذشته 1991 بود، یعنی این کریدور پیشتر هم وجود داشت. ما طی 6 سال گذشته ترانزیت کالاهای خارجی از آذربایجان میبینیم که 5 برابر شده. الان پارسال 33 میلیون تن کالای خارجی از آذربایجان ترانزیت شد و اتفاقا 10 میلیون تنش بین ایران و روسیه بود. یعنی ما از دید ما کریدور زنگزور یه فرصتیه هم نخچوان رو به آذربایجان متصل بکنه، هم ظرفیت ترانزیت کالاهای خارجی از آذربایجان در مسیر شرق غرب شمال جنوب هر چی باشه به 50 میلیون تن در 2 سال آینده برسه. این رقم معادل 2 برابر کل ترانزیت خارجی از ایران در سال گذشته است. به هر حال ایران هم دوست داره که گذرگاه‌های ترانزیتی رو در اختیار بگیره. ما طی 2 سال گذشته با ایران به موازات زنگزور یک کریدوری ساختیم، هم از زنگزور ترانزیت کالا داشته باشیم، هم از خاک ایران داشته باشیم. ما روابطمون با ایران رو هم گسترش دادیم. پارسال صادرات ایران به آذربایجان رکورد تاریخی 670 میلیون دلار رو زد که 50% بیشتر از سال قبله. ما 2 تا نیروگاه برقی هم به صورت مشترک با ایران ساختیم و یکی از اونها هم افتتاح شده. به هر حال این رو میخواستم بگم که از منظر ما کریدور زنگزور یه فرصت استثنایی اقتصادی برای کشوره که امکانات ترانزیتی خودش رو افزایش بده. این هم فقط ما نیستیم. آسیای مرکزی الان با کمک اتحادیه اروپا و چین دارن کریدور میانی رو که رقیبی برای کریدور شمالی یعنی روسیه هست به سرعت دارن گسترش میدن. از قفقاز میدن. برای ارمنستان هم ما الان سالی 350 میلیون دلار درآمد ترانزیتی کالاهای خارجی داریم و یه بخشی از این درآمد به ارمنستان هم رسید. ولی آقای خالدین اغلو، نکته اینه که به هر حال 2 کشور همسایه هستند و آذربایجان در کنار یک کشور بزرگی مثل ایران هست و اینکه لابد باید نگرانی‌های ایران نگرانی‌های باکو هم باشه. به نظر نمیرسه که چنین باشه، با توجه به اینکه حالا صحبت از این هست این نگرانی در تهران وجود داره که پای آمریکا رو هم به منطقه باز میکنه. ببینید از همون سال 2020 که موضوع بازگشایی دوباره کریدور زنگزور مطرح شد، ایران ادعاهایی مطرح کرد که نبایستی مطرح میکرد چون دروغ بود. اینکه با افتتاح کریدور زنگزور راه ایران از طریق ارمنستان به اروپا و روسیه بسته میشه. ایران از طریق ارمنستان نه به روسیه، نه به گرجستان، نه به اتحادیه اروپا و هیچ کشوری هیچ ترانزیت نداره. اینو نبایستی میگفت. و یا مثلا میگفت که ما مرزهای سنتیمون تغییر میکنه. مرز سنتی ایران و ارمنستان ما میخوایم کریدور اونجا افتتاح بشه، دیوار که نمیخوایم بکشیم. خب این ادعاهای خیلی زیادی هم پای آمریکا به منطقه باز شده. خب یه شرکت آمریکایی الان اومده که دارن مذاکره میکنن که این اپراتوری این کریدور رو داشته باشه. نه مالکیت کریدور در اختیار اون خواهد بود، کاملا در اختیار ارمنستان هست و نه مرزهای ایران و ارمنستان به هم خواهد خورد. همون هست که بود
ما از این کریدورها در خود گرجستان داریم. الان خط آهن باکو، تفلیس، گارس رو داریم. 6 سال 7 سال داره فعالیت میکنه و کل اون منطقه رو ما اراضیش رو خریدیم. آیا کشور رو به نصف تقسیم کردیم، گرجستان رو نه؟ آقای خاتین اغلو خیلی ممنون از شما. ببخشید وقتمون یه خود زیغه و اینا بیشتر میتونستیم صحبت کنیم. دارقاق خاتین اغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو با ما. متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از تهران با ماست. آقای احمدی نویسنده 3 کتاب درباره خاورمیانه و ایران هستند. آقای احمدی خیلی ممنون با ما هستید. آقای احمدی، سخنان آقای پزشکیان رو شاید شنیدید امروز. میگه که این صحبت‌ها بزرگ، خبرها بزرگ شده این موضوع، اینجوری نیست و میگه دغدغه ما، تنها دغدغه ما حضور آمریکا در این شرکت و در این کریدوره. به نظر میرسه آقای پزشکیان داره این موضوع رو کم اهمیت میخواد جلوه بده، در حالی که خب این سوال هست که آیا تندروها یا کسان دیگری مثل آقای ولایتی که دیروز گفته بود همین کریدور رو به گورستان آمریکایی ها تبدیل میکنیم، آیا اونها دارن این رو پر اهمیت جلوه میدن یا اینکه دولت این رو داره کم اهمیت جلوه میده؟ خدمت شما سلام بر شما و بینندگان. ببینید این یک پیشینه تاریخی داره. من گوش دادم به حرفای مهماناتون، هم از ایروان هم از باکو که خیلی خوشبینانه صحبت میکنن، شاید هم جنبه‌اش اینجوری باشه، اما نگرانی هایی که تو ایران بوده تنها از یکی دو روز بر نمیخیزه. این یک سابقه تاریخی داره. پس از استقلال جمهوری آذربایجان، مواضعی که جمهوری آذربایجان در برابر ایران گرفته و ادعاهای الحاق‌گرایانه و بحث‌های نظیر این و یک پیشینه تاریخی پیش از اون که یک نوع کشمکش و دشمنی بین ایران و جمهوری آذربایجان درست کرده بر اساس یک سری ایدئولوژی‌های سیاسی پان، اینها همه باعث شده که تو ایران این نگرانی ایجاد بشه که با توجه به مواضع باکو و دشمنی هایی که با ایران داشته، این کانال یعنی دالان زنگزور یک خطر امنیتی برای ایران هست و اون بحثایی که مطرح شد که حالا ارتباط ما رو قطع میکنه با اروپا و مرز ما رو با ارمنستان از بین میبره. بنابراین یه عقبه تاریخی، یک ذهنیت تاریخی. این نگرانی ها توجیه پذیره؟ ببینید تا حدی سر این نکته که آقایون گفتن حالا من بحث میکنم، ولی از این نظر توجیه پذیره که خب مواضعی که دولت باکو داشته از اول استقلالش، از چه دولت ایلچی بی، چه آقای حیدر علیوف، چه پسرش الهام علیف، اینا یک مواضعی در برابر ایران داشتن در داخل خودشون، در نظام آموزشی خودشون، این مواضع ضد ایرانی و یک نوع جنبه‌هایی از پانتورکیستی و شعارهایی که مثل ایرا بورا بورولسون، تبریز پایتخت اولسون، خیلی از آذربایجانی‌های ما و دیگران رو نگران کرده و همچنین تحولات بعدی، ارتباطات باکو با اسرائیل و مسائل اینا همه انباش شده و این نگرانی ایجاد شده. حالا این نگرانی هم دقت بکنین تنها به قول شما تندروها نیستن، یعنی در این ما در ایران دو طیف داریم. یک طیف اکثریتی هستن که نگران این هستن، باکو رو مواضعشون رو ضد ایرانی میدونن و با توجه ادعاهایی که داره و این رو هم بخشی از اون پروژه میدونن. اکثریتی هستن، بخششون داخل نظام هستن، بخشی خارج نظام هستن، بخشی حتی مخالف نظام هستن و از دید امنیت ملی ایران نگاه میکنن. بنابراین نگرانن که این یک نوع پیروزی باکو هست و متحدانش علیه ایران و ممکنه حرکت‌هایی در آینده باشه. از طرفی دیگه آقای پزشکیان صحبت از این میکنه که همه چی به نظر میرسه که همه نگرانی های ما ملاحظه شده، در نظر گرفته شده و تنها دغدغه ما اینه که پای آمریکا ممکنه اونجا باز شده باشه. من این نکته رو میخواستم بگم. یک گروه دیگری هم هست که گروه کوچکی هست که اینا از ابتدا این بدبینی رو نداشتن، تقریبا طرفدار گسترش رابطه ایران با جمهوری آذربایجان بودن و طیفی هستن که این طیف
بعضی ها به حال مقامات سیاسی، سفرای سابق ایران، تجار، اونایی که به لحاظ تجارت با جمهوری آذربایجان ارتباط دارن، اونایی که بعضی اعتقادات ایدئولوژیک قومگرایانه دارن و این طیف معتقد نه این خطری نیست و زنگزور هیچ خطری نیست و یه چیز عادیه. و آقای پزشکیان هم به اصطلاح تحت تاثیر احتمالاً این جریان هست. البته من اینو تاکید میکنم که نمیتونیم با قطع و یقین ما بگیم که بله این تحولات پیش میاد، ولی به هر حال نگاه آقای پزشکیان به نظر میرسه تحت تاثیر این جریانیه که بعد از ریاست جمهوری در ساختار ریاست جمهوری حضور دارن در بخش‌های مختلف، اون طیف این تقویت میکنه. آقای پزشکیان قبلا هم اشاره کردن که بله ما نکته‌ای که نگرانی رو ایجاد کرد از جانب آقای پزشکیان بود که گفتن تقصیر این روابط دشمنی همش به عهده ایران هست، یعنی ایران هست باعث این دشمنی بین با تهران شده، در حالی که خب بله. آقای احمدی میخواستم چون وقتمون تنگه بپرسم از شما، به هر حال یک کریدوری برخلاف خواست ایران داره ایجاد میشه اونجا و حالا پای آمریکایی هم ممکنه در میان باشه. این به هر حال یک شکست برای سیاست خارجی است، یک شکست دیگر شاید، درسته؟ به هر حال بعضیا این رو بله چنین تلقی میکنن، هم اونایی که داخل نظام هستن هم بیرون از نظام. با توجه به مواضعی بوده اینو شکست برمیگرده به سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده در گذشته، یک سیاست‌های فراملی‌گرایی که امت محور بوده و دقت خاص نشده، به تعامل گرایانه نبوده، به منافع ملی ایران توجه نشده و این رو یک شکست ممکنه تلقی کنن. از طرفی دیگه این نکته هم دقت بکنیم، من خودم خیلی بدبین نیستم، گرچه سیاست‌های دولت جمهوری آذربایجان جای بدبینی ایجاد میکنه، ولی حضور امریکا در این قضیه دقت داشته باشین، ما تنها ایران نیست دیگه، ارمنستان هم هست، جمهوری آذربایجان هم هست، یه راهی باید باشه، این راه قبلا از ایران بوده حالا اونطوری. بنابراین حضور امریکا رو در اونجا بعضیا چالش میدونن در ایران، بعضیا میگن که اتفاقا ممکنه یه فرصتی هم باشه، به این دلیل که نگرانی که قبلا وجود داشت این بود که ممکنه جمهوری آذربایجان با یک حمله نظامی بعد از جنگ قره‌باغ دوم استان سیونیک رو اشغال کنه، کلاً مرز رو قطع کنه و بعد این دالان رو با کمک ترکیه و چه بزنن و ارتباط قطع بشه. اما حالا که ایالات متحده، حالا شرکت آمریکایی نه ممکنه دولت آمده و اون دیگه خواسته ها نیست، یعنی اون سناریوی بسیار وحشتناکی بعضی خیال میکنن نیست دیگه، یعنی ترکیه و جمهوری آذربایجان دستشون بسته است و دولت ایروان، دولت ارمنستان هم احتمالاً عمدن به خاطر خنثی بودن مواضع روسیه به دلیل درگیری در اوکراین رفت امریکا. این فرصت تلقی میکنن بعضیا که خطرات هم میکنه این قضیه، یعنی بخوان مثلا جمهوری آذربایجان و ترکیه از این دالان به قول بعضی‌ها به عنوان دالان پانتورکیستی تورانی استفاده کنن، ممکنه ایالات متحده آمریکا اینها نه، و این بستگی البته به سیاست خارجی ایران هم داره. خب همین رو می‌خواستم بپرسم آقای احمدی، دیدم که یکی از آقایونی که کارشناس هست، صاحب نظر هست در سیاست خارجی، صحبتش این بود که این نشون میده این داستان و به خصوص اینکه این کریدور داره به ضرر نفوذ هم ایران و هم روسیه اونجا داره ایجاد میشه و اگر چنینه به گفته این شخص که کارشناس هم هست، صحبتش اینه که این چرخش و نگاه ایران به شرق یک مشکل عمده است و جواب نداده این سیاست. اگر شما بخواید همه چی رو به اصطلاح اتکا به روسیه یا چین داشته باشید و در سر این جور مواقع شما رو ناامید میکنن. درسته، بله. این ببینین همه چی هم تموم نشده بگیم که این پایان تاریخ کریدور زدن. اولا که این کریدور در قانون آمده که تحت با توجه به قوانین جمهوری ارمنستانه. اون آقای قالیچیان هم گفتن این قضیه، این ارمنستان قانونش حاکمه
و من نمیدونم این کریدور میخواد از خط مرزی بگذره، یعنی از سواحل ارس به بالا، یا اینکه وسط استان سیونی که کریدور مرزی یک راهی میزنن. خب او اگه اونجوری باشه خیلی خطراتش کم است و ایران هم باید تاکید کنه که این لب مرز نباشه، چون خلاف قوانین بین‌المللی هست. مرزهای بین‌المللی نمیشه تغییر داد که یک کریدور بزنن سر مرز و این ممکنه خطرات باشه. بنابراین این کریدور باید ایران تاکید کنه که این باید بره با کیلومترها بالا و از اونجا زده بشه و بعدم ایران با خارجی تعاملی که در پیش خواهد گرفت در آینده ممکنه این چالش رو از بین ببره، چون ما ظرفیت‌های زیادی داریم. در بعدها بالاخره این کریدور میخواد ادامه پیدا کنه به خزر، از اونجا میخواد با آسیای میانه از طریق راه آبی ممکنه. خب این راه آبی با توجه به بحث‌های زیست محیطی، آلودگی دریا و خشک شدن دریای ممکنه ایران خشکی که در شمال داره به عنوان یک ظرفیت استفاده کنه و از طریق یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی ایران وارد تعامل بشه با یک قدرت دیپلماسی که متضمن تغییر سیاست‌های فعلی هست، کم تعدیلش بتونه از اون چالش‌ها رو از بین ببره. یعنی هیچ چیز قطعی نیست. آقای احمدی خیلی ممنون از شما. حمید احمدی، استاد علوم سیاسی از دانشگاه تهران، از همین شهر از تهران با ما. متشکرم.